میدونستی بعضی غذاها فقط ظاهرشون سالمه ولی مثل پمپ چربی عمل میکنن؟ اگه تو هم ماهاست داری رژیم میگیری ولی وزن کم نمیکنی، مشکل از خودت نیست. بعضی غذاها هستن که باید حذفشون کنی. ببین کدوم غذا دارن گولت میزنن. سلام بچه‌ها، من میثم هستم. امروز قراره در مورد غذاهایی با هم صحبت کنیم که در ظاهر رژیمی هستن و خیلی از شماها در برنامه‌های رژیمیتون جای دادین و دارین استفاده میکنین، ولی ماهاست که وزنتون کم نمیشه. بریم ببینیم که کدومشون رو داشتین اشتباهی مصرف میکردین. خیلی فکر میکنن نون جو، سبوسدار و تست قهوه‌ای بهترین انتخابه، ولی اینا نمیدونن که چون حجمشون کمه و کالریشون بالاست باعث میشه که قند خونتون بالا بره. قند خون که بالا رفت ترشح انسولین میشه و ترشح انسولین باعث میشه که چربی سوزی تو بدنت شروع بشه. اگه میخوای نون بخوری، نون سنگک و نون بربری کمتاب بهترین گزینه. خیلی از ورزشکارا یا اونایی که میخوان رژیم بگیرن میان برای صبحونه خرما و عسل استفاده میکنن. درسته طبیعیه، ولی قندشون جوریه که سریع جذب بدن میشه و تبدیل به چربی میشه. بهترین گزینه برای صبحونه یک واحد میوه با فیبر بالا هستش. ماستای کم چرب یعنی چربیشون رو گرفتن و قند اضافه کردن. ماستای میوه‌ای هم که پر از قند پنهانه. بهترین گزینه ماستای معمولی یا پرچرب پروبیوتیک هستش. وقتی شما آب میوه رو میگیرین، فیبرشون رو میندازین دور و فقط قندش میمونه. یک لیوان آب پرتقال مساوی قند 4 عدد پرتقال. وقتی که قند و کالری چیزی زیاد باشه مساوی میشه با چربی سازی در بدن. بهترین گزینه خوردن میوه کامل هستش. خیلی ما میریم رستوران یا کافی شاپ و سالادهای رژیمی سفارش میدیم و فکر میکنیم خیلی سالمه، در حالی که سالادهای رستورانی پر از روغن هستش و سس‌های رژیمی یا همون لوفتی که شما احساس میکنین یا فکر میکنین که یه چیز مفیدیه برای شما پر از قند مخفی و نشاسته هستش. پس بهترین گزینه درست کردن سس و سالاد توی خونتون هستش. شما میتونید با ماست، روغن زیتون، پودر سیر و لیمو بهترین سس رژیمی دنیا رو برای خودتون درست کنید که هیچ ضرری برای بدنتون نداره و یه سالاد خیلی مفید برای مواقعی هستش که رژیم است. ببین بچه‌ها، درست آجیل مفیده، ولی چه اندازه؟ خیلیاتون میان یه مشت آجیل میخورین، 200-300 کالری وارد بدنتون میکنین و در طول روز اینو چند بار تکرار میکنیم. این تکرار خوردن آجیل در طول روز باعث ورود کالری زیاد به بدنتون میشه و باعث اضافه وزن پنهانتون میشه. پس اندازه‌ای که میخواین بخورین رو حتما مشخص بکنید. 3 تا 4 تا 5 تا از هر کدوم 4-5 دونه. اگه احساس میکنی با وجود رژیمی که گرفتی بازم وزن کم نمی‌کنی، احتمالاً یکی از این موارد رو حتما تو هم رعایت نمی‌کردی. برام تو کامنت ها بنویس ببینم کدومش رو رعایت نمی‌کردی و بهم بگو که ویدیوی بعدی دوست داری در مورد چی باشه. اگه دوست داشتی ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار برام و دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزن. ممنونم که همراه هم هستید.